تیکه هایی که برای دوخت فیلتاب احتیاج داریم کیسه جیب، در جیب و 2 تا فیلتابه. فیلتابا رو جایی که مشخص کردیم میذاریم، ابتدا و انتهاشو فیکس میکنیم. تو این مرحله باید چرت بزنیم. 1 سانت مونده به انتهای جیب، حالت مثلثی باید قیچی بشه. بعد فیلتاب رو به سمت داخل برمیگردونیم، اضافه هاشو پشت لباس قرار میدیم، با دست صافش میکنیم و زلهای کوچیک چپ و راستش رو چرخ میکنیم. حالا نوبت در جیبه، میذاریم قسمت بالای فیلتاب و فیکسش میکنیم. تو این مرحله کیسه جیبی که از جنس پارچه است و بالا قرار میدیم، چرخ میکنیم و کیسه جیبی که از آستره قسمت پایین میذاریم و چرخ میکنیم. تو این مرحله هم 3 ضلع کیسه جیبمون رو چرخ میکنیم، اضافه درزش رو کم میکنیم و تمام.